این صفت ابوبکر رسول اکرم تعریف دارد، وصف دارد که ای امتای عصر 21 به ما و شما خطاب است. شما هم مثل ابوبکر صدیق برای برادرای مسلمانتان مهربان باشید، برادرای مؤمنتان دوست دارید. هفته گذشته من از دوستداری برادر مؤمن صحبت داشتم. از همان جمعه تا این جمعه بین عصر شام که قریب 40 دقیقه من صحبت دارم. هر روز تا دیروزه من صحبت فقط برای برادر مسلمان دوست داشتم. لیکن این موضوعی هست که انجام دادش نمی شود. و بیان کردم چگونه فرزند دوست می‌داری، چگونه که تو پدرت دوست می‌داری، برادرت دوست می‌داری، مادرت دوست می‌داری، زنت دوست می‌داری، برادر مسلمانت دوست بدار. نابسته وی در کدام گوشه دنیاست، چی در افغانستان است، چی در پاکستان است، چی در عربستان است، چی در عراق است، در کدام دنیایی که نباشد، چی در روسیه است، چی در امریکا است، لا اله الا الله میگوید وظیفه مقدس ترین تو این است، باید دوست بدار، باید دوست بدار. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اطراف خانه کعبه را طواف کردند، کعبه را دوست می داشتند، کعبه را احترام می کردند. بعد طواف، بعد زیارت به سوی کعبه نگاه کردند. آن کعبه که امروز حاجیای محترم ما و شما با چشم دیدیم، ما و شما اطراف او گشتیم. رسول اکرم با چشمهای نرگسین خود با این خانه کعبه نگاه کرد و گفت چی بوی زیبا داری، چی پاک هستی، و اطیب ریحک، هم پاک هستی هم بوی خوش داری، و اعظم حرمتک، حرمتت بسیار بزرگ است. والذی نفس محمد بیدی، لیکن قسم به نام آن پروردگاری که جان محمد در دست اوست، لحرمت المؤمن اعظم عند الله حرمتا منک. ای خانه کعبه گفت، قسم به نام خدا گفت، حرمت یک مؤمن بالاتر است و بزرگتر از نزد پروردگار از تو دیده ای خانه کعبه. از تو در ای خانه کعبه در پیشگاه پروردگار حرمت یک مؤمن بالاتر است. وقتی حرمت یک مؤمن از خانه کعبه بالاتر باشد، دادر عزیز، ما را چی وادار کرده است که امروز برادر مسلمان ما بد ببینیم؟ ما را چی وادار کرده است که با برادر مسلمان قهری کنیم، با برادر مسلمان جنگ کنیم؟ ما را چی وادار کرده است؟ حضرت ابو هریره میگوید یک مرد آوردن عرق نوشیده بود، در حدیث های صحیح میگذارد. پس رسول اکرم از او پرسید عرق نوشیدی؟ گفت بله عرق نوشیدم. شاهدا را حضور کردند، گفت بله عرق نوشیده است. حبیب خدا حکم کرد که او را جزا دهید. فمنا ضارب بیده و ضارب بالنعل و ضارب بثوبه. ابو هریره میگوید بعضی از ما می آمدیم با چپلاق در بالای سر و روی این آدم عرق نوش می زدیم. برای وی ایماندار بود، مسلمان بود. بعضی از ما میگوید پاپوشی هامون به در می کردیم، در سرش می زدیم. بعضی ها ما با لباس های بدن ما به در کردیم، در بالای سرش زدیم. بعدن ابو هریره میگوید یکی از نفرها چی گفت؟ گفت اخزاک الله. نزد، حالی ببینیم، نزد، بلکه گفت اخ خدا ترا خار کند. یکی از شخصا میگوید همین آدمی عرق نوشه که مردم او را میزدن، گفت خدا ترا خار کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید در همون راست همون انسان حضور داشت. لا تقول هكذا لا تعین علیه شیطان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت زدن اینها، گفت
سبکتر بود، آسانتر بود از این جمله که تو برای این برادر مسلمانت گفتی. ببین خارت کند گفت خدا. گفت همچنان نگو بالای برادر مسلمان خارت کند خدا، زیرا تو شیطان بالای این بنده خدا یاردم کردی. وقتی این خار شود شیطان پیشگاه پروردگار ده باز گوشت میگیرد، خوشنود میشود. ببینید یک آدمی که عرق نوشیده بود رسول اکرم خارت کند گفتگی ده اجازت ندادند. امروز ما چی سخنهای نادرست نسبت برادرای مسلمان میگوییم. خارت کند این دیگر گویا که یک سخن عادی ترین ماست. حبیب خدا ابوبکر صفت میکند که مهربان ترین امت من بر امت من ابوبکر است. برادر عزیز، در آخر فقط همین میگویم، وظیفه مقدس هر کدام تو پیش از نماز، پیش از روزه، پیش از نماز جمعه، پیش از جهاد دوست داشتن برادر مسلمان است. این وظیفه اولین درجه هر کدام شما می ایستد. دوست داریم برادرای مسلمان تانه.